سلام به بینندگان عزیز، کامران هستم از سلین شو، مدیر برنامه خانم سلین. امروز نوامبر 30 هستیم، یک شنبه ساعت 3 تا 5 با ما هستیم در تلویزیون آریا با خانم سلین. خانم سلین، حال شما؟ مرسی، خیلی ممنون. منم سلام میکنم به بینندگان عزیز تلویزیون. امیدوارم حال همگی شما عزیزانم خوب باشه. امروز برنامه جدیدی تهیه و تدارک دیدیم، البته با کمک کامران عزیزم که همیشه عقیده‌های خودش رو توصیه به من میکنن. امروز برنامه خیلی گرم و قشنگتری دوست دارم براتون گذاشته باشم. از من خواهش کردن رقص بابا کرم. حالا من واقعا در تهیه یه شعر جدید هستم به بابا کرم که برای شما بخونم و برقصم، ولی خب یه آهنگ بابا کرم گیر آوردم که براتون باهاش برقصم، به خاطر اینکه من دوست دارم که هنرنمایی که میکنم همه چیزی توش باشه، فقط خوندن و صدای قشنگ و این چیزا همه چی اوکیه، ولی دوست دارم که چیزای دیگه هم باشه که همه شما دوست داشته باشین برنامه رو تماشا بکنین، عشق کنین با این برنامه من و لذت ببرین از این برنامه من. بله، مثل همیشه که لذت همه میبرن. امروز میخوایم براتون میوزیک ویدیو بذاریم، خانم پرفورمنس های خانم سلین نشون بدیم، رقص خانم سلین نشونتون بدیم. همه میگن که ایشون چقدر قشنگ میرقصه. حالا امروز میخوایم واقعا بهتون نشون بدیم که خانم سلین چه جور راستی میرقصه. یعنی من که ماتم میبره، دیوونه میشم. خب همه یعنی دیوونه میشن، اما بالاخره میخوایم به یه رقص بسیار بزرگی قشنگی به بینندگان نشون بدیم امروز. بله، والا دلم میخواد این رقصایی که من مثلا توی یه پارتی دوستامون بودیم، کلاب خارجی، بعد خیلی سیاه‌پوستا بودن و آمریکایی‌ها، بعد من خیلی رقصای که با موزیک انگلیسی با شعرهای انگلیسی میرقصم خیلی قشنگتر و دیدنی‌تره. بعدش این با کامران خان توی جشن بودیم، بعد این سیاه‌پوستا همش میان اینطوری میکردن، اوکی میکردن، هی علامت نشون دادن که خیلی خوششون میمد. البته خب منم شاد میشدم که وقتی که این سیاه‌پوستا و آمریکایی‌ها منو تشویق میکنن برای رقصم، خیلی برام جالبتر به نظر میاد، چون که میدونم اینا رقص تو خونشونه. بله. و در ضمن میخواستم عزیزان من عرض بکنم که چند وقت پیش به گوشم رسید، البته ندیدم، یک کسی از یه نوع تلویزیونی، اسمشون رو نمیخوام ببرم و خودشون حتما میدونن، من آبروشون رو حفظ میکنم و نه اسمشون رو میخوام بگم و به اون تلویزیون میخوام احترام بذارم، اسم اون تلویزیون هم نمیارم، ولی اومدن روی خط و از من صحبتایی کردن، از رقصای من مثل اینکه خوششون نیومده و یا از صدای من خوششون نیومده. هر کسی صدای خودشو داره و من برای اینکه اومدن روی خط و برام تعریف کردن که ایشون گفتن که رقصای من خیلی بده و من خیلی بد میخونم و اصلا هنرمند نیستم، و ایشون این حرفا رو زدن، گفتن که فردا من باید برم وست‌وود پول جمع کنم، پول بلیت بدم و برگردم اسرائیل. خواستم به این دوست عزیزم عرض بکنم که من نیستم که اومدم بگم من قشنگ میرقصم یا صدام قشنگه. من سالها در برنامه‌های هنری هستم عزیزم. من سالها در اسرائیل تشویق‌های بسیاری منو کردن توی رقص و صدام که همیشه معلم صدا در کنارم بوده و تعلیم صدا دیدم و میخونم به زبون‌های مختلف. من میخونم و رقصم هم که توضیح دادم اون دفعه هم همینطور. اینجا سخت اون چیزی که باید نشون شما بدم و خواستم بهشون عرض بکنم که من نباید برم به سود پول جمع بکنم برگردم اسرائیل. مادر من 21 فقط خونه اجاره داده در اسرائیل که 8 تا از خونه هاشون فقط به نام منه. من احتیاجی به پول جمع کردن به اسرائیل رفتن ندارم و اگر اینجا نشستم برنامه‌های هنری رو دوست دارم، مطمئن باشین که به خاطر پول نیست. بارها شده که من افتخاری
برنامه رفتم و همون روز برنامه داشتم که پول خیلی خیلی خوبی به من دادن و کامران خان شاهد هستن که من یه برنامه دیگه گرفتم که افتخاری بود، مریض بودن و میخواستم برم برای اونا برنامه اجرا کنم و از اون پول گذاشتم. فکر نمی کنم که هر کسی این کارو میکرد، ولی در هر صورت میخواستم به ایشون عرض بکنم اجازه نمیدم که درباره من دیگه صحبتی بکنن، این اجازه رو ندارن. و من اینجا دوباره میگم، مجددا بهتون میگم که من از خودم نشستم اینجا از خودم خوشم بیاد. میبینین که من میلیون ها تلفن به من میشه. وقتی که شما میای روی خطی همچین حرفی صحبتی روی من میکنین، شما اول از همه بی احترامی به تمام بینندگان عزیز من که اینقدر منو دوست دارن، به من محبت میدن و قلباً اینا اصلا عاشق من شدن. من وای اصلا افتخار میکنم به خودم. شما بی احترامی به این بینندگان عزیز من میکنین و این اجازه رو ندارین. در هر صورت امیدوارم که کم کم بیشتر برنامه رو تماشا کنین و بیشتر خوشتون بیاد. و خب دیگه صحبت بسیاری از این موضوع شد. من فقط میخواستم بگم که ببخشید خانم سالی، اگر برنامه شما، اگر که نه برنامه شما، ما الان سلین شو بسیار قشنگ، بسیار زیبا، صدای شما قشنگ، رقصتون قشنگ، همه چی بیوتیفول، هم دوست دارن. این برنامه‌های تلویزیونی دیگه، رادیوهای دیگه میبینن برنامهشون به این قشنگی نیست و میان تو رادیو تلویزیون این حرفا رو میزنن. اینا من خب فکر میکنم کامران جان، من حس میکنم عزیزم که به من پیشنهادهای زیادی در تلویزیون‌های دیگه هم شده. بله شما قبول نکردین. نه خب نه. خب حالا نباید بیان این حرفا رو بزنن. خب قبول نکردن ایشون. اینجا خیلی هپی هستن در تلویزیون آریا سلین شو اند بسیار تو کاراشون موفقن و بوختن همه چی. که آدم توی یه تلویزیون انقدر موفقه دیگه چرا باید بپره از این تلویزیون؟ بله. مثلا آقای حمید عزیزم و خانم عزیزشون و اون خانم که باشون کار میکنن اسمشون رو یادم نیست، خیلی به من کمک های زیادی میکنن و منو همراهی میکنن برای برنامه ها. بله. و من خیانتکار نیستم توی کارها و در زندگیم. البته دوستان عزیزم یه خانومی هستن که ببخشین کامران خان، یه خانومی برای من یه مسیجی گذاشتن اون هفته که گفتن من کنسر دارم و متاسفانه هر آن ممکنه بمیرم، ولی برنامه‌های تو رو که میبینم مثل این که مورفین به بدنم زدن و زنده میشم، احساس خوشحالی میکنم و تو رو خیلی دوست دارم. من صداشون رو نمیخوام بذارم گوش بدن چون که نمیخوام احساساتی بشن خانواده ایشون، ولی من برای این خانم برنامه یه شعر نوشتم، مجددا براشون میخونم و امیدوارم که اگه میتونن بیان روی خط از همه چیز دنیا منو خوشحالتر میتونن بکنن. اگه میشه این منو از نزدیک بگیرن که من این شعر رو برای این خانم بخونم. امیدوارم که منو الان میبینن. اگرم که دارن برنامه رو نگاه میکنن خیلی خوشحال میشیم بیاین رو خط. واقعا بله اینو برای تو دوست عزیزم که به من تلفن زدی، اینو برای شما عزیزم میخونم. امیدوارم که سلامت باشین. از محبتت سرشار چو پیغامت شنیدم، دنیای احساسی از شوق گریستم. از بیماریت من دنیایی غمینم، از سوز غم تو گریبانم دریدم. من شفایت ای زن از خدا خواهانم، زنده باشی ای زن ای گل بهارم. ای مردم دنیا دعا کنید خیر و سلامت، از بحر مریضان بخواهید تا قیامت. من بوسه زنم آخ به درگاه الهی،